خب دوستان امروز فراری برلینتا F12 به قول معروف میخوایم اگزوز براش وصل کنیم. اول از همه یه دیاگ بزنیم ماشینو ببینیم مشکل خاصی داره نه. این هم ماشین راخش رنگای واسن فورچ به نظر من زیباه. یک نمایی از پشتش. بریم برای اگزوز. کاتالیزور از اینجا عوض میشه تا ایکس پایپ وسط و میره این تو که پشت شلگی اگه بشه ببینید اینجاست منبع آخر. خب بالاخره باز کردیم محافظه زیرشو. این از موتورش، گیربکس و استارتش، اینجا کاتالیزوراش، کاتالیزور چپ و راست، ایکس پایپش، اینجا دفلاتر عقبش و میره برای منبع آخر. اسمشو دیر یادم میاد چرا. خب بعد باز کردن شلگیر قسمت عقبش اینجا با دوتا اسمش نمیدونم چی بود یک میگن ترکا، یکی اینجا یه پیچ مهره 10 رو باز میکنه، یه مهره 10 این بعدشه، این بست رو شل میکنه، واکیوم یادم رفت اسمشو اینو باز میکنه. بعد از باز کردن این و این دوتا چی بود خدای اسمش پایه، حالا ما بگیم این قسمت اگزوز جدا میشه و میریم برای ایکس پایپ و ماباقی داستانش. خب دوستان من یادم رفت بگم یه دونه اینا چی بود اسم پایه این جلو داره یعنی عقب داره انگار که سپر عقب باید باز کنیم وگرنه خیلی سخت میشه در آورد این اگزوز آخر. خب یه آپدیت بدیم ادامه داستان این که این ایکس پایپ وسط البته نمیشه بهش گفت ایکس پایپ برای در اومدنش مجبوریم که این قسمت رو این اگزوز رو باز کنه. اینجا دوتا مهره داره باز میشه میاد عقب از این سر جدا میشه که طرف کاتالیزور میره اون و میاد بیرون کشویی میاد بیرون. برای باز کردن کاتالیزورا باید خدای چی بود اسم این تراورس بهش میگن ترکا نمیدونم یادم نیست بعد باز بشه رام ماشین بعد باز بشه به بقول من موتور اینجا ما نگه داشتیم با یه دونه از این جک ها. بعد ارزم با حضورتون که اینجا بست کاتالیزور رو داریم که پشتش مهره است. مهرهش من باز کردم ایشون هستم با این برج از پشت شل میشه که راحت نرم به چرخه اینجوری با یک دست با یک جغجغه کوچیک راحت با یک دست باز میشه. بعد ارزم موضوعتون که سنسورهای اکسیژن رو داشتیم روی وصل بود به رام و فعلا همینا. خب این بست فلزی بالاخره باز شد. یک دونه پایه اینجا داره که با مهره وصل میشه هر دو طرف که اینو میگیره که نیفته
اگزوز سنگینشون نندازه. اینجا سنسور اکسیژن دوشه، سنسور اکسیژن یکش که ایشون هست. سنسور اکسیژن یک مجبوریم اول اگزوز رو بیاریم پایین یه خورده بعدش بتونیم باز کنه. بریم برای نصب IP. خب اینم گفتم بگیرم ادامه داستان که تفاوت اگزوز IP که قرار نصب بشه با اگزوز فابریک که این لوله خالی مستقیم میره آخر. این داخلش کاتالیزوره که من دیده نمیشه. قبلا رو همین ماشین نصب بود این اگزوز، بازش کردیم به خاطر که صدای زیاده که میداد و میخواست برای نمایندگی مجبور شدیم باز کنیم دوباره نصبش کنیم الان بعد از نمایندگی، چون نمایندگی اجازه دستکاری رو ماشین نمیده، بعد ماشین فابریک باشه. خب این تفاوت ایکس پایپ IPE که از هر طرف به هم وصله، دو طرفش این ایکس پایپ اورجینالش که همینجا که می‌بینی یه لوله صافه. تفاوت ایکس پایپ IPE ایشون با ایکس پایپ اورجینال اینجوری. خب ما اومدیم و این دام پایپش رو وصل کردیم، سنسور رو وصل، عایق حرارتیش روش با فاصله از هدر اینجا همیشه رعایت، با فاصله از گیربکس و این طرف هم همینطور میره برای ایکس پایپ رو وصل کردیم. این قسمت رو وصل کنیم به لوله آخر، اسمشو یادم رفت باز، و بعد اینجا یادم رفت دوستان ببخشید، منبع آخر رو وصل کنیم و کار رو تمام کنیم، بعدش بریم برای ما بقیه داستان. خب اگزوز رو نصب کردیم، میریم برای کولد استارت اولیه. حالت بستش